آهنگ بسته دام از علی نقیخان وزیری، شعر از حسین گل گلاب هست. استاد وزیری در سال 1265 خورشیدی به دنیا آمدن و در 18 شهریور 1358 بدرود حیات گفتن در سن 91 سالگی. مادر بیبی خانم استرآبادی بود که از مدافعین حقوق زنان در ایران به شمار می اومد و اولین دبستان دخترانه در ایران تأسیس کرد. پدر موسی خان از افسران قزاقخانه بود و بعدها النقی نیز به راه پدر در نظام مشغول به کار شد و عنوان کلونل از همون دور است. نوازندگی تار رو نزد دایی خودش دکتر حسین علی خان شروع کرد و بعدها با سلیمان خان ارمنی دروس موسیقی علمی دنیا رو فرا گرفت و خط نوت رو شناخت. همچنین نزد یک کشیش ساکن تهران که معلم مدرسه سنروی هم بود، ارگ و مقدمات موسیقی غربی رو فرا گرفت. در تمرین تار آنچنان علاقه‌مند بود که به قول همسر اولش آنچنان افراط میکرد در تمرین که شام و نهار نداشت و در صندوق خانه‌ای که در منزل بود شروع به تمرینات موسیقی میکرد، از صبح بسیار زود بعد از ورزش صبحگاهی تا شبانگاه. 5 سال در اروپا تحصیل موسیقی رو ادامه داد، 3 سال در آموزشگاه عالی موسیقی فرانسه و 2 سال در هنرستان موسیقی برلن. بعدها که به ایران اومد مدرسه موسیقی رو تأسیس کرد در اسفند 1302 و در 1303 یک سال بعد کلوپ موزیکال رو تأسیس کرد که در اون به برگزاری کنسرت ها با شاگردان خودش میپرداخت و ارکسترایی که تشکیل داده بود. ما همچنین به مرحوم عشقی تارساز سفارش 5 مدل تار داده بود که در مدل های کوچیک مثل تار سوپرانو تا تار باس یا بمتار اینها رو ساخته بود به تبع ویولون که بتونه صداهای زیرتر و صداهای بمتر رو از تار تولید کنه و ارکستر کاملتر صدا بده. اون آوری‌های خیلی خاصی در گروه نوازی و یا ارکستر نوین موسیقی ایرانی ایجاد کرد و آهنگسازی زیادی هم انجام داد. از جمله قطعات خیلی مهم ایشون سمفونی نفت هست که در دوره استقلال نفتی ایران در دوران مصدق نوشته شده و اجرا شده توسط ارکستر رادیو. کتاب‌های مهمی هم نوشت که از جمله اونها اولین دستور برای تار ستار هست که در 2 جلد در برلن به چاپ رسید. همچنین دستور ویولون و موسیقی نظری و کتاب هارمونی بر اساس رو به پرده در موسیقی ایرانی. از ابداعاتش تعدیل و مساوی کردن فواصل گام موسیقی ایرانی به 24 بخش که هر بخش به اندازه یک رو به پرده بود و اسمگذاری سوری و کرون برای نیم پرده رو به پرده بمتر یا زیرتر کردن. در موسیقی که رو به پرده بمتر کرون به حساب میاد و رو به پرده زیرتر سوری، که این دو لفظ سوری و کرون رو به حروف ابجد اگر محاسبه کنیم عددش برابر با عددی هست که از جمع علی نقی وزیری به دست میاد. از شاگردانش صبا خالقی، موسی معروفی، جواد معروفی، حشمت سنجری، عبدالعلی وزیری، خادم میثاق، حسین علی ملاح و فروتن راد میتوان نام برد. او 2 دوره ریاست هنرستان موسیقی رو هم بر عهده داشت و ریاست شورای عالی موسیقی رادیو رو در هنگام تأسیس رادیو در ایران به عهده گرفت. این تصنیف
در دشتی لا که وابسته به شور ره هست نواخته میشه. می کرون داریم، سی بمول داریم، در بعضی جاها لا کرون هم استفاده میشه. اگر در نظر بگیریم وزن این قطعه 6-8 تن باشه، از سیاه نقطه دار اول یک سیاهش سکوت هست، یعنی اگر بخوایم بشماریم 1 2 3 4 5 6 در هر میزان 1 2 ما سکوت هست. ره لا 1 2 ره لا سی سول سول لا ره دو لا ره دو لا، کوکمون هم دو سول ره، سی لا سول فا می ره می فا می سول فا می ره دو ره فا سول لا دو فا سول لا ره دو سی لا، لا کرون میشه لاس فا، دوباره لا بکار لا لا فا سول سی لا سول فا می ره می سول فا می ره دو ره، دوباره از فا سول لا دو تکرار میشه. جمله بعدی اون میگه فا لا سول فا فا سول لا، تریل روی لا به سی بمول، دوم حالا میاد رو سول، تریل از سول به لا کرون، سول سول فا سول سی لا فا می ره سول میر دو ره، دوباره همین جمله تکرار میشه. جمله جدید بعد از اون میگیم سی 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 لا کرون انگوش سوم، لا سول 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 فا که از چپ هم شروع میکنیم لا رو، لا بکار لا لاس لا سول سول فا سول فا سول فا سول فا سول می، که این رو هم از چپ شروع میکنیم. ره سول لا سول می دو فا سول فا ره ره می فا سول لا سی لا سول فا می لا سول فا می ره فا سول فا ره. در انتها میتونیم گلیساندو بدیم به سمت پایین، با صورت 60 اجراش میکنیم. چه شود گر فکنی بر من مسکین نگهی، تو مهی بر آسمانی یا منم خار رهی، روی خویش از عاشقان جان مکن هرگز نهان، نور ماه از آسمان تا بر اطراف جهان، به دست تو تیغ جفاست ای صنم، نشانه تیر تو کیست، آمنم نخواهم از دام تو رست، بی خطر دمی بر این بسته دام کن نظر ای گل عذارم، بردی قرارم، دست از تو هرگز من بر ندارم، با همه جور تو من در ره دیگر نروم، دست